در روز 8 مارت که در تاجیکستان همچون روز مادران تجلیل می شود، مردان در بسیاری از خانواده ها پخت و پز خوراک را بر دوش می گیرند، کاری که در روزهای عادی معمولا زنها اجرا می کنند. در خانه رجب علی قربانوف ساکن شهر دوشنبه نیز رسم شده است که هر سال در روز 8 مارت مردان خانواده به پخت و پز خوراک مشغول می شوند. در این خانواده ما شاهدی پخت و پز خوراکی شام شدیم. من یک سال به یک بار ایدی مادران ایدی زنان میباید ما همین برای کلینا برای اویلا ما خوراک پخته میتیم ما که ببین اکنون برای ما یک تحفه میشد برای اویلمو برای کلینای برای نبرو برای دخترام میبایم برای دخترام پخته اوقات خوراک پخته میتیم مخصوص خودم میپزم. خب همین روزی که مثلا در یک سال معمولا یک بار خوراک تیار میکنید واقعا هم احساس میکنید که دشوار است کاری هر روزه زنان؟ کاری زنان حتما دشوار است. این خوراک پزی این خانه وای کدام اکنون ما یک سال به یک بار همین روز ایده شما ما میگیم که تو شیر میگیم زنک میگیم ما همه خوراک خودمون پخته میتیم. کار همیشه زن به پرتستان در کار نیست. چون که ما مردا حاضر یک کاری بسیار هم نیست مردا با کار کم. من آماده یک چنین چی ما زنک به یاردم میکنیم ما. من وقت ما اگر رسیدگی خب من چای ما خدا میکنیم و زنک ما هنرمند کی هست و زر میدوزد من اثر دکانش و نمیخیزونم. خوراک خودم گرم میکنم میبیام که زنک به کمتر آسان شود. ده کارش سبک کردن در کار. همه کار زنک به پرتستان در کار نه. شهر خستیم ما زنک گفتیم که زنک شما یک جا شنید گفتید چی خوراک در کار من شما به پخته میتیم. من سر چای پایش کرده دادم من از جا من گفتم شنید چای پای همیشه کرده دادم من ابیتی و من آش کرده دادم با من بگونیم با کمتر من مستوى کرده زنک به میخورونیم که راحت کرده شینان گفته. انا زنک رحمت کلام انا گرید انا چیزی کمبودی هست می من رفته گریسته بیا مردک جان همه چیز هست می یا اون کمبودی مردک در هیچ جو نیست. امروز روزی پرازدیک توی امروز روزی ایداد توی ما رفته گریسته بیم آخی که تو خورسان شوی اما این مردک من میگم که خوش پیش شده میکنم خدا با شکر هزارون شکر ما هم کلونا به خدمت شکریم هم برایم خوش پیر ما خوش پیر